وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برادر يزن، بارك الله فيكم. أولا، بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب بلغ شده ورزقت البر. این دعایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به کودکان نوتوال شده میکردند. الله سبحانه و تعالی مرد صالح و خدمت کننده در دین بکند. اما در مسئله نام، آیا اسمت الله گذاشتن جایز است یا نیست؟ البته کلمه العصمه، اسمه، این کلمه عربی با صاد است. عصمه با کلمه صاد، این کلمه عربی معنای حفظ و وقایه میاد. عصم یعصم یعنی حفظ، یا که بگیم وقا، به همین معنا میاد. عرب ها کلمه عصمت را به معنای منع، حفظ، وقایت و همین معنا استفاده میبرند. عصمت الله به این معنا که این فرزند در حفظ الله، در وقایت حمایت الله، در امان الله، به همین معنا باشد، با که ندارد، جایز است. بارک الله فیک.